دوستان سلام، خوش اومدید به بلک بات. امروز می‌خوایم عملکرد ربات رو بررسی کنیم. این رباتمون توی لایت فایننس فعاله و عملکرد هفته گذشته از 13/7 تا 17/7 رو ببینیم. گراف رو می‌بینید که نزولیه، به خاطر اینکه هفته گذشته رو منفی بستیم و تعداد مجموع مولت زرده شده منفی $36. یه $1 هم سود کردیم و تهش با تقریبا منفی $35 اومدیم بیرون. 11 تا معامله داشتیم، از این 11 تاش 4 تاش سوده بوده، 7 تاش زرده بوده که در نهایت اون 7 تا زرده باعث شده که ما حدود $35 دست بدیم. درادان تقریبا 11%. بازم با این همه زرده بودن درادان رو نقطه تعادل خوبیه و 4 تا معامله پشت سر هم سوده داشتیم، 7 تا معامله پشت سر هم زرده که اگه برم تو جزئیات اینجا مشخص است اول هفته تمام معاملاتش زرده بوده. چرا؟ به خاطر اینکه شرط جنگی به وجود اومد و نقطه استقرار ربات فعال شد. اما همیشه اینطوری نیستش. من اگه براتون بیارم عملکرد ربات رو میبینید تو چندین ماه گذشته و تو حدودا 3 ماه گذشته. تو این 3 ماه گذشته اگه دقت کنید $76 تقریبا $77 مجموع ضرر بوده، $128 مجموع سودها بوده و در نهایت تونسته $51 با سود بیاد بیرون. پس چرا گرافش اینجوریه؟ به خاطر اینکه این هر کدوم از اینا که میبینید اینجوریه برداشت زده کاربرمون. اگه برم بالا اینجا رو ببینید $111 این یه نمونهشه، $111 اینجا برداشت زده از حساب. و خب درادان چقدر؟ 8% که بازم فوق العاده است. 78 رو ترید کرده که 59 تاش نشسته و تونستیم نرخ موفقیت 75% رو به دست بیاریم. حدوداً 19 تاش هم نشسته که 24% نرخ ضرر بوده، یعنی نرخ معاملات ناموفق. و 7 معامله پشت سر هم سوده داشته، 3 تا معامله پشت سر هم زرده. یه اسکرین شات از این صفحه بگیرید، برید هوش مصنوعی براتون تجزیه تحلیل میکنه که این ربات خوب هست یا نه. این ربات رایگانه، آدرس هم تو کپشنه، میتونید بردارید و به من پیام بدید تا براتون فعال کنم. مرسی که من همراهی کردید. خدا نگهدار.